تاریخچه نامگذاری خوشه پروین. یک داستان قدیمی 100,000 ساله توضیح میده که چرا خوشه پروین با نام 7 خواهران شناخته میشه. بشر در عصر باستان و دنیای امروزی مدت هاست که مجموعه‌ای از ستارگان در صورت فلکی ثور یا گاو رو با عنوان خوشه پروین یا 7 خواهران میشناسه. یک مطالعه در این باره بیان میکنه که این اجتماع مشهور ستارگان میتونه ما رو به قدیمی ترین داستان جهان برسونه. داستانی که 100,000 سال پیش اجداد ما در آفریقا بیان کردن. برای همین نویسندگان این مقاله از شباهت‌های بین اسطوره‌های یونان و بومیان استرالیا درباره صور فلکی استفاده کردند. اما یک متخصص در این باره گفته که این شباهت‌ها میتونه یک اتفاق شانسی خاص باشه، نه نشانه‌ای از یک منشأ مشترک برای اونها. خوشه پروین بخشی از چیزیه که ستاره شناسان به اون خوشه ستاره‌ای باز میگن. خوشه ستاره‌ای باز گروهی از ستارگانه که همه اونها حدوداً در یک زمان به وجود اومدن. اگرچه بیشتر انسان‌ها در یک آسمان صاف و تاریک میتونن تنها 6 ستاره از این خوشه ستاره‌ای رو مشاهده کنن، اما تلسکوپ‌ها بیش از 800 ستاره رو در اون منطقه شناسایی کردن. با این وجود فرهنگ‌های مختلف در سراسر جهان با عدد 7 به این سورتواره اشاره می‌کنند و اون رو 7 خواهران، 7 دختران و یا 7 دختر کوچک می‌نامند و همین موضوع ذهن بسیاری از دانشمندان مانند ری نوریس از دانشگاه وسترن سیدنی رو به خودش مشغول کرده. نوریس با بومیان استرالیا کار کرده و بسیاری از داستان‌های مربوط به آسمان اونها رو یاد گرفته. از جمله گروه‌های مختلفی که خوشه پروین رو به عنوان 7 دختری در نظر می‌گیرن که صورت فلکی اوریون که در این داستان‌ها یک شکارچیه اونها رو تعقیب می‌کنه. این خط داستانی بسیار شبیه به افسانه‌های یونان باستان درباره این صورت فلکیه. این موضوع زیاد تعجب‌آور نیست، چون هم صورت فلکی شکارچی و هم خوشه پروین از اشکال روشن و برجسته آسمون هستن و چرخش زمین به گونه‌ایه که به نظر میرسه در آسمان شب اولی در تعقیب دومیه. نوریس میگه با توجه به اینکه اروپاییان بیش از 2 قرنه که به استرالیا اومدن، برخی از محققان تلاش کردن که این شباهت رو از منظر تبادلات ساده فرهنگی توضیح بدن. اون اضافه میکنه که این مقیاس زمانی به میزان طولانی نیست که داستان به گونه عمیق در فرهنگ‌های مختلف و دور از استرالیا جای گرفته باشه. نوریس اشاره میکنه که یکی از 7 خواهر که به عنوان پلیون شناخته میشه، اغلب در تابش ستاره نزدیکش به نام اطلس گم میشه و برای چشم بیشتر انسان‌ها غیر قابل مشاهده. 100,000 سال پیش، زمانی که انسان‌ها در قاره آفریقا پدیدار و در سراسر جهان پخش شدن، این 2 ستاره در آسمان شب بیشتر قابل تفکیک بودن. احتمالاً این دلیلیه که خوشه پروین در بسیاری از داستان‌ها با عدد 7 عجین شده. به عبارت دیگه، اجداد باستانی ما که هنوز آفریقا رو ترک نکرده بودن، نخستین گروهی بودن که با این داستان روبرو شدن. سپس این داستان درباره آسمان شب رو در مسیر مهاجرت خودشون به اروپا، سراسر آسیا و سرانجام استرالیا با خود منتقل کردن. این 2 مدرک مستند با همدیگه یک فرضیه جالب رو ایجاد میکنن، اما برادلی شفر، ستاره شناس و باستانشناس دانشگاه ایالتی لوئیزیانا، ضمن اشاره به این نکته که اگرچه این یک ایده سرگرم کننده است، میگه من فکر نمی‌کنم این توضیح محتمل باشه. انسان‌ها انسان هستن، بنابراین اجداد ما آسمان رو با شخصیت‌های مرد و زن تشکیل دادن. به طور اتفاقی تقریباً انتظار داریم که نیمی از صورت‌های فلکی معین متناظر با مردان و نیم دیگه متناظر با زنان باشه، که یعنی 1/4 احتمال داره همزمان شکارچی رو مذکر و خوشه پروین رو مؤنث در نظر بگیریم. شفر میگه با توجه به تعداد زیاد داستان‌های باستانی، مطابقت‌های ساده ممکنه بین هر 2 فرهنگ ظاهر بشه. اون همچنین اشاره میکنه که مقاله نوریس از اطلاعات موقعیت یابی ستاره‌ای منسوخ شده برای مدل سازی فاصله بین 2 ستاره پلیون و اطلس در 100,000 سال پیش استفاده کرده. اطلاعات صحیح اونها رو در اون دوران 2 برابر نزدیکتر به یکدیگه قرار میده، به این معنا که تفاوت بارزی در ظاهر صورتواره برای اجداد ما وجود نداشته. مقاله نوریس فقط به این واقعیت بستگی نداره و بیان میکنه ستاره‌های خوشه پروین روشنایی‌های متفاوتی دارند و احتمالاً 100,000 سال پیش یکی از اون ستاره‌های کم نور بسیار قابل مشاهده تر بوده. اگرچه هیچکس نمیدونه که این تغییر در روشنایی در طول یک زمان طولانی چقدره. شفر میگه که این فرضیه میتونه درست باشه، اما شواهد موجود خیلی قانع کننده نیستن. این درسی از اون چه برای اثبات چنین چیزی لازم داریم ارائه میده. شفر به عنوان مثال به 2 بکبر اشاره میکنه، یک صورت فلکی شناخته شده دیگه که در میان فرهنگ‌های اوراسیا به عنوان یک خرس در نظر گرفته میشه. در این مورد شواهد نشون میدن که حداقل بعضی از افسانه‌ها درباره 2 بکبر از یک داستان با منشأ مشترک به وجود اومدن.
برای مثال در تعداد قابل توجهی از اونها بخش ملاقه شکل دو بکبر به عنوان بدن خرس در نظر گرفته میشه و 3 ستاره دسته ملاقه به عنوان دم خرس شناخته میشن، اگرچه خرس‌ها دم بلندی ندارن. با این وجود در داستان‌های باستانی مردم سیبری در روسیه شرقی که در اونجا هم مردم دو بکبر رو به عنوان یک خرس میشناسن، یک تفاوت وجود داره. ملاقه همچنان بدن خرسه، اما 3 ستاره دسته اون به عنوان 3 چکارچی که در تعقیب خرس هستن در نظر گرفته میشه. عناق ستاره مرکزی دسته ملاقه یک همدم کوچک کم نور به نام سوها داره. سوها در افسانه‌های مردم سیبری یک پرنده راهنما برای شکارچیان خرسه. تعداد قابل توجهی از افسانه‌های بومیان آمریکا که جمعیت پراکنده در سراسر قاره آمریکای شمالی هستند، درباره دو بکبر ساختار بسیار مشابهی دارند که شامل خرس، شکارچیان و پرنده راهنماست. شفر تصور میکنه با توجه به اینکه بسیاری از شواهد نشون میدن که هزاران سال پیش انسان‌ها از طریق یک پل زمینی باستانی در تنگه بیرینگ بین روسیه امروزی و آلاسکا مهاجرت کردند، امکانش خیلی زیاده که این داستان‌های خرس بزرگ ریشه مشترکی داشته باشن. شفر میگه اگرچه این توضیح به صورت عمومی نزد باستانشناسان پذیرفته نشده، اما بسیاری از اونها بر این باورند که این ویژگی‌ها، یعنی که این یک داستان قانع کننده، سرگرم کننده و احتمالاً درسته. ممکنه این داستان تراژیک 100,000 ساله شکارچی و خوشه پروین نباشه، اما وجود یک افسانه 14,000 ساله هنوز تاثیرگذاره، چیزی که داستان دو بکبر رو به قدیمی ترین دارایی معنوی بشریت تبدیل میکنه. مترجم و گوینده